او زنهایی هستند که در دنیا خودشون از زینت میدادن برای مردهای بیگانه. اکثرا مادرها و خواهرها این بلایی این حال به سری اونها هست. در خاندان چرک چکنه هست و بیرون که میبره خودش زینت میته، دستش میتوه، گردنش میتوه، خم میشوه پیشی برش تا پایان نافش در میدان میتوه. پدرها و برادرها همون خیلی زنها را میبینین کرته بگریوان میکنن، همه خم میشوه میتوه. شما کور نیستین کو؟ او خدا تو را کورت نکرده است میبینی نمیزنیش یک شپات بگوی کرتت محکم کن. این چقدر اسلام داری و مسلمانی ما و شما هست. دیگر زنهایی که از سینه هاشون آویزان بودن و اما معلقه بثدییها، پیغمبر فاطمه را گفت فکانت ترضع اطفال الخلق من غیر امر زوجها، به اجازت شوهرش کودک یک کسی دیگر شیر میدیه و سینه میدیه. این یک کتاب رضا است. بازی در این باره گپ زنیم وقت کوتاهی میکنه. او زن او مادری که به اجازت شوهرش به شاهد یک کودک شیر میته یا در رادام تولد میکنه گرفته کودک یک دیگرش شیر میته، اون مادری اون میشود. وقتی که بچه یک کسی که شیر داد او بچه به همین زن بچهش میشود. دخترای همین زن به او را اپا و خواهرش میشود. شیر داد او را زده و همین زن مرد که خدا عمرش کوتاه کردگی باشد. اونها کلام بشوند کسی نداند همون بچه همین دختری همین زن نکاح کرده بگیره، اگر این چی میشود؟ خواهری خودش میشود. کی در این گناه جواب میدهد؟ کی در نزد خدا مسئول است؟ همون زنی که به اجازت شوهرش یک کودک شیر داد. احتیاط کنن به هیچ کودک شیر ندهند مگر که در ضرورت باشه به اجازت شوهرش به شاهد که مادری رضاعی می شود. او زنها به اجازت شوهر شیر داده باشد از سینش در آتش دوزخ آویزان می شود. دیگر و اما معلقتون برجلیها، ای فاطمه گفت پیغمبر اون گروهی که از پاهاشون آویزان هستند فکانت امرأة تخرج من بیتها بغیر اذن زوج، او زنهایی هستند که به اجازت شوهرهاشون از خاندان شوهرشون برآمده رفتن، از خاندان شوهرهاشون برآمدن. ولا تغتسل من الحیض و النفاس، در حالتی که حیض و نفاسشون تمام شد غسل نکردن. حالا که شرط است که حیض زن تمام شد باید غسل کنه، نفاسش تمام شد غسل کنه، آبازی کنه، خودش پاک معطر بکنه. و اما التي تأکل جسدها، اما پیغمبر گفت که ای فاطمه اون گروهی که خودشون جسدهای خودشون کنده و گزیده میخوردن، گوشتهای بدن خودشون، فکانت تتزین للرجال و تختاب الناس، او زنهایی هستند که در دنیا خودشون از زینت میدادن برای مردهای بیگانه. اکثرا مادرها و خواهرها این بلایی این حال به سری اونها هست. در خاندان چرک چکنه هست و بیرون که میبره خودش زینت میته، دستش میتوه، گردنش میتوه، خم میشوه پیشی برش تا پایان نافش در میدان میتوه. پدرها و برادرها همون خیلی زنها را میبینین کرته بگریوان میکنن، همه خم میشوه میتوه. شما کور نیستین کو؟ او خدا تو را کورت نکرده است میبینی نمیزنیش یک شپات بگوی کرتت محکم کن. این چقدر اسلام داری و مسلمانی ما و شما هست. وقتی که دانستیم و عمل نکنیم بدانیم که به عذاب خدا مصیبت به سرتان میآید. انا همون خیلی زنهایی که در دنیا برای مردهای بیگانه خودشون زینت دادن، فردا روز قیامت خودشون بدندانای خودشون بدناشون کنده و گزیده و میخرند، در حالتی که و تغتاب الناس، مردم غیبت کردن غیبت چی بدن.